بسیر سالنگی والی پیشین ولایت پروان برای بحث بیشتر با مستند سالنگی بسیار زیاد خوش آمدین. همون شکلی که به گزارش دیدین، یعنی گفته میشه که حکومت روی کردش در برابر طالبان تغییر کرده و سخنگوی شورای امنیت ملی گفت که اولویت برای حکومت در حال حاضر جنگ با طالبان است، نه صلح با این گروه. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما و سلام بر بیننده های تلویزیون طلوع و درود و صلوات بر روح شهدایی که در روز سه‌شنبه رخ داد. از خدای بزرگ برشان جنت فردوس و بر بازماندگانشان صبر جمیل میخواهیم. برای زخمی ها شفای عاجل. دیدیم که واقعا یک عمل بسیار وحشیانه صورت گرفت و این عمل بسیار یک عمل بزدلانه بوده. به لحاظ من فکر میکنم که دولت افغانستان در طول 14 یا 15 سال وقت از دست دادن و برادر و بچه کاکا و گروه های سیاسی و مخالفین سیاسی خواندن. عملکردشان نه تنها امروز که عملکردشان در گذشته ها ما دیدیم و بجز راه جنگ دیگه کدام راه دیگی نداشتن. چون صلح یک امر واجب است برای ما، امر خدایی است که باید ما تقاضای صلح داشته باشیم و برای دشمنی که بالای تو حمله کنه و تو را بکشه و بزنه و تو بگویی که صلح و تو را عروس به قتل برسانه، او رقم هم نیست. صلح هم جای خود داره، جنگ هم جای خود داره. من فکر میکنم بسیار ناوقت اینا به اینمی اشتباهاتی که دولت گذشته و دولت حالی داشته است که یکیش برادر گفتن و دیگهش مخالفین سیاسی گفتن. یعنی هرچند آقای سالنگی شما میگن که خیلی ناوقت است، ولی چی تضمین وجود داره که اکنون هم حکومت افغانستان واقعا جدی است در آنچه که میگه و واقعا در برابر طالبان جنگ میکنه و به شکل کل گروه های هراس افغان و طالبان را نابود میکنه؟ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب باشه. کسانی که رهبر سیاسی افغانستان وقتی که رئیس جمهوری افغانستان و رئیس اجرایی افغانستان وقتی میگه که ما با طالبان جنگ میکنیم و در راه صلح ما پیش گرفتیم و این راه صلح نتیجه نداد و اینا پاسخشان جنگ و کشتار و قتل مردم بوده. به این لحاظ وقتی که حال گفتین برای ملت افغانستان تعهد کردین، با این تعهد خود استاد باشن، ملت افغانستان را بسیج کنند در برابر می دشت افغان ها، در برابر تروریست‌ها باید قوای مسلح افغانستان را باید اکمال بکنن و اینا استاد شدن. و وقتی کسی که برای دولت افغانستان برای بیاید برای تسلیمی بیاید و بگه ما آماده صلح هستم، در او وقت هیچ وقتی کسی نمیگه که شما به صلح نبید، شما از جنگ دست نکشید. کسایی که از جنگ دست میکشن اونا بفرمان بیاین و کسانی که جنگ میکنن بعد استراتژی افغانستان و پلان قوای مسلح افغانستان باید جنگ باشه تا که صلح بیاره. جنگ ما ناگزیر به منظور صلح است. وقتی که ما خود از ضعیف نشان بدیم، شما قبول بکنید که حکومت دکتر نجیب الله خوب استادگری در برابر مجاهدین کرد. وقتی که به هر رقمی بود که دست مصالحه را اعلان کرد و مش مصالحه ملی را گفت، لنگای قوت ها و جنرالاشان درزیدن و ارتباط با مجاهدین گرفتن و بالاخره حکومت از هم پاشاندن که یک قسمت همین بود. حالیم این حکومت وقتی که قتل و کشتار صورت میگیره، انفجار صورت میگیره و تعرض صورت میگیره در ولایت ها، در ولسوالی ها و این میگن که ما صلح میخوایم و یک تعداد بیچوکی ها را یا پیدا میکنن دیگه برشان چوکی میدن و به نام دیگه جا ما چوکی دیگه نداریم، ما تعدادتان در دو مجلس رفتیم و تعدادتان به شورای صلح و به تعداد دیگه تان در چوکی پیدا کردیم. این اصلا اینا صلح نبوده است و پروسه گپ نبوده که برای یک تعداد مردمی که دولت با مشکل مواجه کرده و باید چوکی ها پیدا کردن در گذشته. باید به اینمی قاطعیتی که حال گفتین به اینمی قاطعیت پیش برن و هر کسی که به صلح حاضر میشه به صلح حاضر شه. با همین قاطعیتی که در حال حاضر موقف گیری کرده، این عملا جنگ گسترده را در برابر طالبان در بخش‌های مختلف از افغانستان راه اندازی بکنه، چی تاثیر روی تامین امنیت در افغانستان خواهد داشت؟ من فکر میکنم که عزم و اراده قوی دولت افغانستان داشته باشه با دفاع از تمامیت ارضی افغانستان، با 350,000 قوای مسلح که افغانستان داره، من فکر میکنم که برنده است، استاد میشه. بچهای افغانستان همت دارن، در هر وقتی که در برابر هر تجاوز استاد شدین، استادگری کردین و پیروز بودین. من فکر میکنم که حالی هم اینمی پلان و هدف و استراتژی که اینا پیش گرفتین و میگن که ما جنگ میکنیم
و دیگه مخالفین سیاسی نمیگیم و میگیم که اینا دشت افغان هستن و اینا تروریست هستن. من فکر میکنم در اون صورتی که با یک فکری که طرف مقابله با اینمی ذهنی که برای فعلا شده اینمی ذهنشان دوامدار باشه، من فکر میکنم که نتیجه میده. اگر اینا فکرشان متزلزل، قوای مسلح افغانستان هم همین رقم و هر یک آدمی که یا در داخل چوکات دولت است یا در یک قوای دیگه است و یا همیشه وقت فکر دولت خراب بکنن در قسمت قوای مسلح افغانستان در یک جنگ، یک جای یک اشتباه میشه، یک سلاح ثقیل خطا میخوره در اینجا و با او قماندان و با او ما در گذشته هم دیدیم تعداد قوای مسلح رویش بسیار تضعیف کردن، بسیار خراب کردن و این مصالحه های را گفتن روی قوای مسلح را خراب کردن. دیدن که قوای مسلح ما که هدف رهبران سیاسی افغانستان امنیت در افغانستان نیست و گم کردن طالب ها نیست. ولی این رویه را پیدا کردین، ما از پیشتان تشکری میکنیم، سپاسگزاری میکنیم و همه مردم افغانستان تشویق کنن. اما همچنان در برابر از ایجاد حکومت وحدت ملی حداقل نزدیک به 2 سال سپری میشه، اما در جریان این 2 سال یعنی پیش از حمله روز سه‌شنبه یک بار دیگه ما چنین موقعیت را داشتیم که حکومت تنشش با پاکستان بیشتر شد که حمله شاشهید بود. یعنی فکر میکنیم چرا چنین موقف را حکومت افغانستان در زمان روی دست نگرفت؟ خب یک بار دیگه دولت افغانستان همین تحلیل ما است که فکر کردن که ما پاکستان گفت ما در این کار دخیل نیستیم، ما اینا را تاییدات نمیدیم، اکمالات نمیکنیم و ما میخوایم که را به مذاکره بریم، به صلح بریم. دولت افغانستان برای همیش در یک فریبکاری، پاکستان امروز در یک فریبکاری است. دولت افغانستان برای همیش دولت افغانستان بازی داد. هر وقتی که دولت افغانستان عزم و اراده جنگ و تصمیم و هماهنگی را گرفته است و یک بسیج ملی را گرفته، اونا دفعتاً گفتن که ما شما مطالبه را میگیریم میریم صلح میکنیم. وقتی که دولت افغانستان در یک حالتی را آوردین که در یک جنگ آوردین و به اصطلاح خودشان تهذیب ساختین، در او فرصت باز قرار کرد تیر خود میگیرن میارن میگن که طالب ها بر جنگ نامدن. ما حالا این احساسات چند روز است، باز احساسات نرم میشه، میده میشه. خدا کنه که احساسات را که پیدا کردن احساساتشان برای همیشه دوامدار باشن و این ملت از این مشکلات و از این مصیبت نجات بده. و هم پیام ما برای طالب ها است که این کشتار مردم رای حل نیست و رسیدن به قدرت سیاسی نیست و به نجات مردم افغانستان نیست که بگن که ما از طریق کشتار و دهشت و انفجاری را که میدیم که خانه های مردم، طفلا در خانه های مردم جان ببازه و زنها و پیرمردا قلبشان استاد شوه و تماما مغازه ها و دکان های مردم از بین برن، به این رقم خدا بسازن به پیروزی بره. من فکر میکنم برای اونا این راه نیست. رای مذاکره را که دولت افغانستان برشان پیش کرده بود، دنیا پیش کرده بود، ولی اونا به ایران آمدند. یعنی حمله روز سه‌شنبه حداقل واضح ساخت که گروه طالبان دیگه به گفتگوهای صلح تن نمیتن و حاضر نیستن تا با حکومت افغانستان گفتگو کنن. یعنی ای که مسئولیتی حمله را به دوش گرفتن معنایش همی است. اما فکر میکنین این بار چقدر حکومت افغانستان در آنچه که شعار داده که جنگش در برابر طالبان را اعلان کرده، یعنی اولویت حکومت است، چقدر فکر میکنین جدی است و این به شکل مقطعی نخواهد بود در آنچه که همیشه موقفگیری های بسیار تند را حکومت افغانستان در برابر پاکستان داشته، اما همون شکلی که شما گفتین بالاخره این مقطعی بوده و پاکستان بالایش به یک نحو کار کرده تا اینکه دوباره حکومت افغانستان حاضر بکنه به پیشبرد گفتگوهای صلح. ما در اندیشه و فکر و قلب رهبرای سیاسی افغانستان نیستیم و چیزی را که لبس کردین، وعده کردین، فیصله کردین، با این فیصله ها با این وعده هاشان پیش نرن، نابودی خود ببینن. روزی که انفجار صورت گرفت، این انفجار همه کابل تکان داد. ارگ ریاست اجراییه رمون شیشاش نریختن، اونا ببینن که در چند متریشون آمدن بچه های مردم، کسای فرزندای مردم و خانه های مردم و مردم بیدفاع بیچاره که در سرک ها در جاده ها کار میکردن، اونا را همهشان نظر ترک کردن و این انفجار قلب مردم کفان و این ناگزیر که این را پیش بگیرن و یا محالی را که دیدن از او پیش فکر میکردن یک انفجار است، یک صدا است. این صدا دورتر از اینا بود. آل قلب خودشان تکان خورد در اوجه.
خودشان در اوج تکان خوردن که این گپ ناگزیر گفتین و اگر قلب خودشان تکان نمیخورد من فکر میکردم که حرف نمیگفتن. حال خودش قلب خودشان هم تکان خورد. آقای سالنگی به عنوان پرسش اخیر صحبتایی که نماینده ویژه رئیس جمهور آقای مسعود گفتن و همچنان رئیس پیشین امنیت ملی این چقدر منطقی است در کنار تغییر رویکرد حکومت که هراس افغانانی که متهم هستند و هراس افغانانی که حکم اعدام بالای از اونا صادر شده اینا باید اعدام شوند در داخل افغانستان؟ او سیاست دولت خود افغانستان است که ما در اون قسمت کدام نظری ندارم. دولت افغانستان نظرات سیاسیشان چی است که باید در این قبال چی صورت بگیره. ولی ما قبلا هم گفتم که از یک طرف طالب ها مردم هم میگیرن سر میبرن و در فیسبوک ها مندازن. ما شما دیدیم که جزاهای مختلف میدن و میکشن و دولت افغانستان تا به حال طالب های را گرفته است بجز یک ذره غذای خوبتر و بر از اونها کتاب و قلم و کاغذ و کتاب برده اونا به جز مطالعه. بعد از مطالعه و یک خائن دیگه پیدا می شود که نظرات رئیس جمهور پیشین و آل را مخشوش میکنه و فکر تعویض لسانی و نژادی و منطقه‌ای را پیش میکنه. بالاخره او بندی را بیرون میکنه و بعد فرزند مردم افغانستان را به شهادت میرسانه. من فکر میکنم خودشان فکر کنن که کسانی که باید گرفتار میشوند باید شدیداً باید مجازات شوند. کسی که کسی را به قتل میرسانه باید به قتل برسه، باید به اعدام شود، باید مجازات سنگین ببینه، باید حبس ابد شود. این نظریات همه مردم افغانستان است، تنها از 2 نفر نیست که 2 نفر اظهار کرده باشند. این نظریات کل مردم افغانستان است. تشکر. سپاسگزار هستم از حضورتان. بصیر سالنگی، والی پیشین ولایت پروان. تشکر.